به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده خواستم برای شمایان امروز یک نقل دیگری که برای بعضی از شخصان درس حیاتی یا اینکه درس تربیوی خواهد شد نقل نمایم. و این نقل برای اون شخصانی که از پی مال و دولت فرض بندگی خود را فراموش کردند بخشیده شده است. و الهی در وقت گفتن این نقل اگر به خطاگی راه دهم، دعا دارم خداوند متعال مرا مغفرتم گرداند. و از تمام شمایان معذرت میخواهم. مردی در جنگل راه میرفت، ناگاه از پشتش صدای شیر را شنید. وقتی به عقب خود نگاه کرد دید که یک شیر درنده و گرسنه به طرف او حمله میکرد. مرد شروع کرد به گریختن، هرچند تیز میدوید شیر به او نزدیکتر میشد. در همین حال از پیشش چاهی برآمد که در درون چاه یک بند آویزان بود. مرد در حال خود را با بند آویزان کرد و به داخل چاه درآمد. در داخل چاه نفسی تازه کشید و فکر کرد که از چنگ شیر نجات یافته است. اما صدای دهشتناکی از داخل چاه به گوشش رسید. وقتی به پایان نظر کرد دید که مار بزرگی دهشتناکی دهان خود را باز کرده در انتظار اوست. در همین حالتی که مرد بسیار ترسیده بود، ناگهان چشمش به دو موش رسید که آنان در بالای بند نشسته حرکت دارند و با دندانهای خود بند را میبرند. هر بار موشها یک تاری ریسمان را میبریدند. ترس و وحشت وجودش را فرا میگرفت، چون که اگر بند کنده شود او را در پایان مار انتظار بود. خود را با دو طرف چاه هوا میداد، بند را تکان میداد تا اینکه اون موشها به پای نفتند. در همین حال دستش در پهلوی دیوار چاه به کوزه میرسد و درون کوزه را میبیند که در وی عسل است و عسل را میگیرد و میچشد که نهایت شیرین است. و ترس و دهشت شیر و مار و دو موشی در بالای بند بوده از یادش میرود و در همان وقت از خواب بیدار میشود و میفهمد که این خواب بود. و بعدا پگاهی در نزد تعبیر کننده خواب میرود و نقل میکند. پس تعبیر خوابش را آن مرد میگوید: آن شیری که تو دیدی این حضرت عزراییل بود که جان تو را خواست بگیرد و آن دو موش روز و شب است که هر روز گذرد یک تار ارغنچین کنده می شود و هر شب گذرد مانند همین. و آن چاه این قبر تو است و آن مار این عذاب قبر است و آن کوزه‌ای که پر از عسل بود این دنیا و شیرینی های دنیا است. وقتی آن شیرینی ها را چشیدی مرگ را فراموش کردی، گذشتن عمر را و عذاب قبر را فراموش کردی. برادران و خواهران اهل اسلام، به حرمت خداوند به وسواس دنیا و به وسواس نفس خود داده مشوین، زیرا این دنیا دو روزه است. عزت و احترام یکدیگر را در جایش گذارید و در کدام منازلی که نباشید با همدیگر با مهر محبت سخن گویید، زیرا هر یک اعمال پاک شما را از آن دوزخ نجات خواهد داد. البته خداوند مهربان داناست و مهربان است. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خداوند متعال هر یک ما و شما را به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت گرداند و آخرت هر یک ما و شما را به خیر گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با احترام دوست و برادر شما امید احمد.